در دو بخش اول این برنامه ما درباره 4 زینه کسته تاجیکی از زینه عالی که به آن خانواده پیشوا وارد می شود تا زینه سوم گفتیم. در قسمت اولی کسته عالی خاندان پیشوا و اینچنین کسته اول یعنی خویشاوندان پیشوا را که بیشتر منصب‌های تاجیکستان را انحصار کرده اند بررسی کردیم. در برنامه دوم از زینه‌های دوم و سوم کسته ها که به آنها متناسباً وزیران بیگانه، وکیلان پارلمان، رئیسان و رهبران ساختارهای قدرتی در ولایت و ناحیه ها و کارمندان مقامات قدرتی و منصبداران خرد شامل می شوند معلومات دادیم. اکنون کسته چهارم، صاحبکاران و خبرکش و تملقگران. امروز درباره کسته چهارم، صاحبکاران و خبرکش و تملقگران حرف خواهیم زد. البته با خبرکش و تملقگران در یک زینه قرار گرفتن را صاحبکاران می توانند چون تحقیر به خودشان قبول کنند. اما موضوع بحث ما حقوق صلاحیت ها است و چون حقوق صلاحیت های صاحبکاران و تملقگران و خبرکشان در تاجیکستان با هم خیلی نزدیک است، جدا کردن آنها از همدیگر به دو کسته امکان ندارد. اهل خانواده امسال تصمیم گرفته بودیم که مناسک حج را اجرا کنیم و سفر حج کنیم، ولی سخنرانی های شما در عرفه عید سعید فطر در این واخوری و هدایت های همیشگی شما برای کارهای عملهای خیر و ثواب ما را وادار نمود که این مبلغ جمع آورده شده را برای کار ثواب، برای منفعش و تعمیر کردن و چراغان کردن یکی از کوچه های شهر حصار صرف نماییم و سفر حج را به سال دیگر مانانیم. سال دیگر شد در همون ناحیه حصار هست یک مؤسسه دیگر اجتماعی برای یتیم‌ها. بله بسیار. الله همینا را که دیگه میتونی خانه خدا زیارت نره، حج قبول میکنه خود فراری. اصلا این سه گروه فرق چندانی از به حقوق ترین کسته مردم عادی ندارند. هر سه عضو این گروه چیزی خاصی دارند که به آنها امکان میدهد از حقوقی در قانون بوده اشان قسمتی را صاحب کنند. گروی دوامناکی فعالیت صاحبکاران در تاجیکستان پرداخت پول به همه زینه های کسته های بالایی است. بدون هیچ مبالغه هر صاحبکار در تاجیکستان آنقدر رشوه میدهد که از باج و اندازهای پرداخت میکردهش بیشتر است. سر از رئیس جمهور که به هر صاحبکار امر میکند راه مکتب سازد و در آبادانی کشور سهم گیرد، تا عادی ترین کارمند مثلا کمیته انداز از صاحبکار رشوه میستاند تا او تواند، یعنی صاحبکار تواند حقوق کنستیتوسیونیش مشغول بودن به تجارت را عملی سازد. در اساس سفارش شما یک کارخانه مبلی که با یک خط تکنولوژی ترکی که پروفیل های متالی برای کارکرد جلو دادن با پلاستماس و خط تکنولوژی با از ایتالیا برای کارکرد پلیته های حاضر زمان برای مبل. این چیز خوب، لیکن هر حساب اینا اون درآمد در یک جای یک مکتب یا یکون کیلومتر راه در شهر خوجند یکون جای نابوده آباد کردن در کار. صاحبکار همچنین با پرداخت رشوه به مقامات‌های گوناگون برخی دیگر از حقوق‌هایش را صاحبی می‌کند. وابسته از حجم درآمدش صاحبکار می‌تواند به بعضی صلاحیت‌های فراقانونی صاحب شود. مثلا فرزندش را از خدمت حربی بخرد یا وقت جنایت کوچک صادر کرد با پرداخت رشوه از جوابگری نجات یابد. خبرکش‌ها با تار تنیدن بین مردم و مقامات و رسانیدن بی‌تنفسی معلومات. خبرکشی به این طبقه امکان می‌دهد با بعضی از مقامداران دوست باشند، خودشان همین خیلی فکر می‌کنند، و بعضی از حقوق‌هایشان را صاحب شوند. برای مثال اگر مقام خاص آنها را به جوابگری کشد و یا اموالشان را غصب کند، رشوه پرسد و غیره، آنها به کریشهشان یعنی همان مقامی که برایشان خبرکشی میکنند مراجعت مینمایند و مشکل را حل میسازند. به فرق از صاحبکاران و تملقگران، خبرکش‌ها کم کم حق ظلم بالای مردم را هم دارند.
که بیشتری ترس مردم از حکومت به تهمت خبرکش ها بستگی دارد. خبرکش ها اول بوزی میکنند. همنشین و همسایه، همدیار و حتی خویش و تبار خود را میفروشند. بعد آنکه کیسه بیچاره فروخته شده خالی می شود، میانه روی هم کرده نجات هم میدهند و آفرین و رحمت و تشکر هم میشنوند. تملقگران مقامداران در تاجیکستان سر از پیشوا تا رئیس محله و کارمندان عادی مقامات تملق را خیلی دوست می‌دارند. از این رو بازار تملقگران گرم است. آنها با استفاده از هنر لیسیدن همان حقوق و صلاحیت‌هایی را صاحب می‌شوند که خبرکش‌ها دارند. این حقوق و صلاحیت‌های اعضای این کاسته یعنی صاحبکاران و خبرکش و تملقگران پر وابسته به همان دارایی و هنرشان است. وابسته به پول، خبرکشی و تملق است که در صورت مفلس شدن صاحبکار یا نالازم شدن خبر و تملق رسالتشان به پایان میرسد. اکنون میگذاریم به بررسی کاسته پایانترین مردم عادی. بی حقوق ترین و سرشمارترین کاسته همین کاسته پایانترین یا پنجم است. البته طبق قانون اعضای این کاسته که 80% شمار عمومی را تشکیل می‌دهد، حقوق‌های زیاد سر از حق داشتن مالکیت و دخل‌ناپذیری منزل تا حقوق انتخاب کردن وکیل و حتی رئیس جمهور را دارد. اما از این حقوقش تا زمان میتواند استفاده کند که حقوقش به کدام از نمایندگان کاسته‌های بالایی به خصوص تا کاسته‌های دوم لازم شد. در این حالت او بدون هیچ استحاله ضبط کرده می شود و در صورت اعتراض از حق آزادی هم بیچاره محروم می گردد. غصب حقوق‌های اعضای کاسته پایانترین یعنی مردم از طرف اعضای کاسته‌های بالایی هیچ جوابگری در پی ندارد. می شود خانه و اموال او را گرفت، پسرش را در ارتش کشت، دخترش را تجاوز کرد، خودش را شکنجه و تهدید و تحقیر کرد. هر وقتی به بودجه محلی یا مرکزی پول لازم شد جریمه اش کرد، مسجدش را خراب ساخت، دینش را محدود نمود، فرزندان مکتب خانش را مجبور به کار بی پول نمود. برای هر خدمت رسانی بی پولی دولتی پولش را میتوان گرفت، بیگناه زندان کرد، در زندان کشته عضوهای درونیش را میتوان فروخت. برای این کارها کسی از اعضای کاسته های بالایی به جوابگری کشیده نمی شود. برای یافتن مثال یا دلیل دلخواه رسانه آزاد را باز کنید. اعضای این کاسته حق کار در هیچ مقامات دولتی را ندارند، حتی اگر ورزیده ترین متخصص باشند. یگانه راهی به کار ایستادن در دلخواه مقامات دولتی پرداخت رشوه است. یعنی اعضای کاسته پایان می توانند با پرداخت رشوه به کاسته بالایی راه پیدا کنند. اما اول باید پیش از همه نرخ همان جای کاری آرزو کرده اشان را باید پیدا کنند. حتی معلم برای در مکتب جای کار یافتن باید رشوه دهد. وگرنه هرچند با دیپلم اعلی ختم کرده باشد هم این گروه حقی حتی کار کردن در وطنشان را ندارند و مجبورند برای دریافت کار به خارج سفر کنند. این را هم باید بگوییم که 80% نیروی قابل کار این کاسته در خارج کار میکنند و به کشور مبلغ بیشتر از بودجه آن یا برابر به نیم مجموع محصولات داخلی را ارسال میکنند. بدون این مبلغ اقتصاد کشور در یک سال فرو میریزد. یعنی اعضای این کاسته نه تنها خانواده های خود بلکه کل رفاه و بایگری اعضای کاسته های بالایی را تأمین میسازد. در همین حال همین سفر به خارج برای یافتن کار حق ثابت اعضای این کاسته نیست. آنها در صورت پسند نبودن به کدام از اعضای کاسته های بالایی می توانند از حق سفر به خارج هم محروم شوند. تا 100 سال پیش به این گروه انسان ها غلام گفته می شد. اعضای کاسته پایانترین یعنی مردم عادی یگانه حقوق دارند که هیچ کسی حتی پیشوا نمیتواند به آن دست درازی کند. میدانید این چه حقی بوده است؟
این مردم حق دارند به اجازه گرفتن از کسی بمیرند.